ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 16-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми 4. ها، به خدا 100,000 بار شکر، گفت مادر آیمی شاه که خیلی پیر و بیمدار شده مانده بود. خدا آه من ناتوان را شنید. همراه خان صحت و سلامت از دست ظالم خلاص شده آمد. به من دیگرش در کار نی. خدا یک رزق و روزی می فرستاند، در نمی ماند. سخن آخرین مادرش را آیم همراه خان چنین شرح داد: چیز و چاره های ما را همه مصادره کردند. هر چیزی که در خانه سید بیگ بود و هر چیزی که بیبی جانم پسنداز کرده بودند روبوچین کرده بردند. یک همین اندک لباس های کهنه کاله و اسباب خانه ماند و خلاص. خیریت که به غله‌دان آشخانه کاردار نشدند، نباشد از گشنگی می مردیم. در وقت ظالم هم عذاب دیدیم، اکنون در وقت حریت. خیر، نصیبه همین بوده است، گفت کمپیر. آیم خان، کنی از جایت خیز یک چای دم کرده بیار، دسترخوان گیر. نه، در کار نه، گفت فیروزه. تشویش نکشید، بی وقت شد، من می روم. تشویشی چی؟ گفته همراه خان از جا برخیست. مالمان مصادره شده باشد هم یک مهمان عزیز را جای داده گسیلانده می توانیم. سلامت باشید، گفتمان فیروزه و به دلش از کرداری کمیسیه های مصادره خجل شد. نخواد که ماری همین زنهای بیومانده را هم گرفته برند. پس از بیرون برآمدن همراه خان، مادرش باز به حسرت سر کرد. گپ نمی زند و دردش به دلش، گفت وی به راهی رفته دخترش نگاه کرده. خودتان زنی روزگار نغز می دانید که زندگی بی چیز و چاره نمی شود. ما یک مردینه نداشته باشیم، آخر چه خیل می شود؟ اکه هایشان کجا رفتگی؟ نمی دانم، گفت کمپیر. درک نیست. هر دویشان هم در طرف حصار بودند. الها خدا از آفت و بلاها ایمن دارد. تا پیدا شدن اکه های وی ما دو سیاه سر مشتیپر چی کار می کرده باشیم؟ کاش که خدا به این حسن و جمال نمی داد. از حسن و جمال وی در وقت امیر هم به ما آسودگی نبود، حاضر هم. حاضر برای چی؟ حاضر هیچ کس به شما تعدی کرده نمی تواند. میگوید دیه، گفت کمپیر و با آوازی پست به گپش دوام داد. 2 روز شده است که حکومتی نو شده است. الکه کلانها آوازه آیم شاه را شنیده کس و کسمانی را سر کردند. نخواد؟ حیران شد فیروزه. کی؟ از کجا کس آمد؟ شما که از آن خودی و آدمی دلپرمی شدگی هستید میگویم. شاید یگان مصلحتی نیک میدهید. حاجی حسن بیگ نام جدید کلان بوده است. نمیدانم در چه کمی در پی کمی چه یک اداره کلان فرمان فرما بوده است. دیروز کس مانده همراه خان را طلب کرد. مالهای مصادره شدگی را
گردانده دادنی و باز جهاز و مهرپوری و تویانه دادنی بوده است. شما به این چی میگویید؟ میلش راضی شویم می؟ به هر حال از بی کسی بهتر دیگر. یک پشت و پناه می شود. فیروزه هم حیران شد و هم آتشین. حیران برای آن شد که در حقیقت هنوز حکومت شورایی درست برقرار نشده است. آدمهای امیر و دشمنهای حیات نو پنهانی بر ضد حکومت کار تیز کرده ایستادند. در چنین یک وقت رئیسی چکه به جای شب و روز خواب و خور را به خود حرام کرده در محافظه انقلاب ایستادن، به بالای زنش باز یک زنی جوان گرفتن می‌خواهد. آتشین برای آن شد که کرداری بدی این قبیل آدمها نام حکومت شورایی را پست می کند. مردم فرق حکومت نو و کهنه را ندانسته می مانند. معلوم می شود که برای همین مقصد افلاس هم مال این سیاه سرها را مصادره کرده بودند. نه، من مصلحت نمی دهم، گفت یک باره به هیچ مقدمه فیروزه. از باران گریخته به ناودان افتادن بر این می شود. سرسختی آییم از دست پلانج و شوهرانی دلناپسند به زور خلاص شده اکنون یک روزی نیک دیدم گفته ایستادند، باز به بالای پلانج به مردی پیر رفتن چه لازم؟ سلامتی باشد به هر تار موی آییم 100 تا شوهر یافت می شود. می ترسم که اگر نیگویم باز به سر ما بلا نخیزد. هیچ گپ نه، خاطر جمع باشید. به قانون حکومت شورایی زن و مرد برابر حقوق است. اکنون هیچ کس به حق شما ظلم کرده نمی تواند. همراه خان به دست چاینکی چای به خانه در آمد. و پیش فیروزه دسترخوان پرتافت. لالی شیروار را گذاشت و بعد خودش از رو بروی وی نشسته چای کشیده داد. انگوری کندگی بود، گفتم آن کمپیر. ایها، واقعا، گفت همراه خان از جا برخاسته و از طاق دهلیز رفته لالی انگوری حسینی را آورده به دسترخوان گذاشت. انگوری خودمان، دست کیشتی رحمتی قبلگاهی. فیروزه یک شنگیل انگور کنده خورد. شیرین بوده است رحمت. مصلحت من همین که زندگی شیرینتان را تلخ نکنید. آییم، حاجی حسن بیگ آدمی کیکسه، زن دارد، بچه دارد، باز روزتان سیاه می شود. من از شوی بیزار، گفت همراه خان. 2 شوی کرده چی راحت دیدم که از سیومش بینم. لیکن مارگزیده از ریسمانی علا می ترسد می گویند. ما هم جفا دیده و مشقت روزی که هستیم از رئیسی چیکه می ترسیم دیه. نباشد افت و انگارش پوسد. کدام روز نان و چای و قند گیرم گفته به سری مسجدی گذر رفته ایستاده بودم که به فایتون سوار شده گذشته رفت. دیدم آمدم. آدم ها گفتند که حاجی حسن بیکی رئیسی چیکه همین. کلخاتی طلق کردگی برین. یگان کسی آدم طلعت قحط زده بود مگر که وی را کلان کردیم. حاجی حسن بیگ انقلاب چی؟ احتمال در پیش حکومت قدر و قیمت دارد، گفت فیروزه. لیکن به اینجا کس ماندنش به من معقول نشد. آدمی درست این کار را نمی کند. من به حیدرقل امک می گویم. نه گردم، گفت در حال مادری همراه خان. این سر را به هیچ کس نگویید که نقص نمی شود. اگر این مردک را مصلحت نمی داده باشید میلش، ما خودمان لالیشان را می گردانیم. یگان بهانه می یابیم.
حیدرقل امکتان کی می شوند؟ پرسید همراه خان. حیدرقل امکم از انقلابچی ها در کمیته مرکزی فرقه کار می کنند. بچه که هم کار دارند. میلش اگر نیگویتان من گپ نمی زنم. لیکن همین را دانسته مانید که اکنون زمانه زوراوری گذشته رفت. هیچ کس به حق شما ظلم کرده نمی تواند. چیزهایمان را مصادره کردند کو؟ گفتمان کمپیر. فیروزه باز خجالت کشیده چی گفتنش را ندانسته ماند و چای پیاله را خالی کرده داد. چیزهایتان را ندانسته مصادره کردگیند، گفت نهایت فیروزه. به خرمن آتش افتد تر و خشک برابر می سوزد می گویند. من به امک حیدرقل می گویم تفتیش کرده یگان چاره می دیدگیند. همین طور باز 1 دقیقه صحبت شد و فیروزه اجازه رفتن خواست. کمپیر دعا کرد. همراه خان دسترخوان را خون داشت و بعد فیروزه را تا به دم دروازه برآورده فرنجیش را به سرش داد. در بیرون هوا تاریک شده می آمد. در کوچه روندگان خیلی کم شده مانده بودند. در راه کلانی پس مدرسه میری عرب عسکرها شبگردها به دستها فانوس ایستاده بودند. فیروزه به آنها قریب رفته بود که شوهرش عصا را دیده شناخت. با عسکران گبزنان ایستاده راهی او را می پایید. ها مانده نشوید، گفت چشم بندش را برداشته فیروزه. وی از عسکرهای روس رویش را پنهان نمی کرد. راه شما را پاییده ایستادم، گفت عصا. امکی حیدرقل به من و شما جواب دادند. رفته راحت کنیدان، عشق بازی کنیدان گفتند. شرم کنید عاشق، گفت شوهرش را سرزنش کرده فیروزه. قاپلان روی چی شد؟ قاپلان بعد از 2-3 روز، گفت عصا. 1 کارشان برآمده است. امروز شولان. شولانش چی؟ خندید فیروزه. راه گردید. شولانش همین کی کار نیست، استراحت. твоя жінка бойовая، گفت 1 солдат به عصا. انا молодчина. چی گفت؟ در حال پرسید فیروزه. زنت بای بچه می گوید، گفت عصا خندیده. خودتان بای بچه رفتی. خیر توریش، گفت عصا به سلدتها و خیر و خوش کرده از آنها جدا شده. در این دم همراه خان و مادرش لمپه 7 خیره را درگیرانده چاینک چای را به میان مانده صحبت را دوام می دادند. مادر و دختر از همدیگر سری پوشیده نداشتند. به همدیگر می گفتند، از همدیگر تسلی می یافتند، به همدیگر سؤال می دادند، از همدیگر جواب می شنیدند. مادر گرچند سنش به 1 جا رسیدگی، موهایش ماش و برنج شدگی، نور چشمش کاستگی بود، لیکن دلش هنوز هم جوان، عقلش فراوان، دانش و تجربهش مثل حکیمان مدبر و پرتدبیر بود. اگر امکان می شد از جریان زندگانی عمیق‌تر آگاه می شد، از آن طوفان‌هایی که در بیرون در حیات جمعیت واقع شده ایستاده است نقص‌تر با خبر می گشت، بی شبهه به هر سؤال دخترش جواب قطعی و مصلحت آمیزی می گفت و مشکلی او را در عین زمان مشکل خودش را نیز حل می کرد. اما شرایط زمانش این زنی با عقل و هوش را از زندگی جدا، خانه‌نشین و از همین جهت هم دانش و تجربه او را محدود کرده مانده بود. دختر همراه خان باشد، رنج و مهنت روحی بسیاری کشیده، از امیر، از حرم
و از آدمان آنجا تحقیر بسیاری شنیده، نهایت به دست مردی بدذات افتاده، مشقت بسیاری کشیده، گویا تمام پژمرده شده مانده بود. فقط در یک کنج دلش خون جوانی گاها تلاطمی میزد و عشق ناکامش الم و اندوهی تیره را بیدار کرده، به حزنش حزن، به غصه‌اش غصه می افزود. کیها باز وی انقلاب را منتظر بود، زیرا فهمیده بود که انقلاب تاج و تخت امیر و خانه ظلم و زوراوری را خراب می کند. بنابراین انقلاب را خرسندانه پیشواز گرفت و اولین نعمت انقلاب را، خلاصی از ظلم سید بیک و دیداری مادر را به دست آورد. لیکن در عین شادکامی، در عین خرسندی به جام عیش او زهر آمیختند. باز غصه های نو سر شد. بنابراین وی حیران بود، نمی‌دانست که چی کار کند، به کدام راه رود که در آخر به مقصد رسد. گپ‌های فیروزه درست بر این می نمایند، گفت به مادرش. باز از باران گریخته به ناودان نرفتیم. گپ‌های فیروزه درست و گفته کمپیر به اندیشه فرو رفت. بعد علاوه نمود: لیکن خدا می داند دیه. چی؟ به فیروزه باوری ندارید؟ در این سال و زمانه به هر کس باور کردن نشاید که می داند. فیروزه هم از آدمان خودشان بودنش ممکن. حیدر قلعمک دارم می گوید، در چه کمی در سه کمی کار می کند می گوید، مبادا برای از ما گپ گرفتن فرستاده باشند. گپ گرفتن؟ حیران شده پرسید همراه خان. براستی که سید بیک را می پرسید، نخواد که از ما گپ گرفتن می خواهند؟ توبه! هرچه هم باشد تو زنی امیر بودی، زنی سرکرده امیر بودی، البته از ما شبهه می کنند. همراه خان آه کشید و خاموش ماند. فیروزه کو خودش اسیره بود، خودش در ارده امیر در عذاب بود و خودش شاهدی زنده روزهای سیاهی آیین شاه بود. خودش به حد امکان به آیین شاه یاری دادن می خواست. باز چرا از وی گپ گرفتن می خواهد؟ با دلی صاف و نیتی پاک نآمده، با مقصدهای پنهانی و سیاه از در خانه وی می درآید. در دنیا چه خیل آدم ها زندگی می کنند، نمی مانند که یک سیاه سری بدبخت چند روز آسوده نفس کشد و آسوده زندگانی کند. آخر وی کو به هیچ کس گندگی نکرده است، وی کو باعث تشویش کسی نگشته است، پس چرا او را تشویش می دهند؟ اگر وعده هایش راست باشند، اگر به ما پناه حقیقی می شده باشد، میلش، راضی شوی. چی می شده باشد؟ گفت مادر و پس از کمی فاصله باز به گپش دوام نمود. به هر حال کلان شونده جدیدها، سرداری چهکه، فرمان فرمایی دارد. از بیرونی بلا بودن به درونی بلا بودن بهتر است می گویند. اگر راضی نشوند، اگر نی گفته دسترخوانشان را گردانیم، چکار می کنند؟ تهمت کردنش ممکن. جای پنهان شدگی سید بیک را می داند، از وی امیدش را نکنده است. چیز و چاره ها طلا الله های امیر دادگی را پنهان کردگی. خیر، تهمت کند کردن گیرد، خودش به تهمت گرفتار می شود. آسمان را از بالای سرم، زمین را از زیر پایم گرفته نمی تواند. می تواند، گفت مادر و به چشمش آب چرخ زد. هر چی کار کردنش ممکن. خدا نکند الهی دشمنی غدار
چنان کارهایی کند که دنیا به کس تنگ و تاریک می گردد. بهترش به تقدیر تن دادن است. میلش سن و سالی تو هم به جای رفته ماند. به هر حال دختری جوان نیستی. در این فرصت بیشوهر بودن هم خوب نی. شاید با این مردک بختت بازد و آسوده شوی. آیین شاه فکر کرده ماند و پس از فرصتی از جا برخاست. خیر، بیایید خواب میکنیم. کنی پگاه شود یگان گپ میشدگیستیه. کاری شب خنده روز میگویند. زارا روزانه شعله آفتاب مشکل ما را حل کند. میلش گفت کمپیر و او هم از جا برخاست. من یک طهارت کردن نماز خفتن را میخوانم، تو جایت را پرتافته خواب کن بچیم. کمپیر بروی حولی برآمد. شب تاریک باشد هم آسمان پرستاره بود. شونه پیلسوزی که در راه رو گیرانده مانده شده بود به وی راه نشان میداد. همراهان روی خانه را غون داشته دو جاگه پرتافت و بعد به جاگه خودش دراز کشیده به فکر فرو رفت. در بین تمام دختران عالم یگان کس مثل وی سیاه بخت نشدگیست. لیلی افسانوی مجنون داشت و در راه عشق پاک قربان شد. چه بختی بزرگ! شیرین دو عاشق داشت، دو مردان، دو قهرمانی زمان به وی دل باخته بودند. به هر حال شیرین با خسرو کامروا شد. در عشق فرهاد جان سپرد. زیهی سرفرازی. هر یک گدا دختری شهر بخارا به خودش مناسب یاری دارد و شبها دلی خوش. اما وی نه کاه شد نه دان. دلش عشق می جوید، دلش می تپد، دلش خون می شود لیکن نمی یابد. جوانی باشد که به وی مناسب، به وی همدم، به وی یار. در عشق آن جوان غزل خواند، ترانه گوید. در عشق آن جوان شکوفد. در عشق آن جوان سحر با بلبل همراز گردد. اما کنی وی کجاست آن محبوب دلخواه؟ وی همراه خان گل خواست، بخار دچار آمد. وی شهد طلبید، زمانه زهرش داد. دلش شعر و ترانه می جست، طعنه و حقارت شنید. حدیثی عشق گفتن، دل کشادن نیت داشت. اندوه و غم، کلفت و الم شمردن لازم آمد. از انقلاب، از دیگر شدن ایام امیدی داشت، ولی هنوز خبری نیست. نخواد انقلاب شام او را سحر نکند. نخواد که گلیم بخت او سیاه ماندن گیرد. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، به آبی کوثر و زمزم سفید نتوان کرد. در این دم کمپیر به خانه در آمد و گفته های آخرین همراه خان را که به زبان آورده بود شنید و به جوابش چنین گفت: این که پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت، اجری صبریست که در کلبه احزان کردم. حیدرقل و سید پهلوان از تی دروازه مزار راست به بازاری جو رفته از پیش مدرسه کوکلتاش گذشته تا به دمگاه مسجد مغاک رسیدند. سید پهلوان در این جاها نیز آثار جنگ را ندید. همه کوچه و بازارها، مدرسه و سرایها، حوض و صحن مسجد و خود مسجد دیوان بیگی و رسته‌ها همان طوری که پیش از انقلاب بودند ایستاده
و برقرار بودند. فقط بسیاری دکانها بسته و در کوچه ها مردم کمتر رفت و آمد می کردند. دکانهایتان کجا شدند؟ پرسید سید پهلوان. همه دکانها تخته بندی کو؟ اگر دکاندارهای من می شدند، گفت حیدرقل، همه دکانها گشاده و بازار در جوش و خروش می شد. افسوس که اینها دکانهای دوره امیری، دکاندارهای بخارای شریفند. اینها از ضربه اولین انقلاب ترسیده گریخته به مشخانه ها جای شدند. خیر، حکومت سودای و تجارت را منع می کند مگر؟ پس مردم چیزی در کاری خود را از کجا می خرند؟ حکومت سودای و تجارت خصوصی را حالا منع نکرده است. اعلان شد که دکاندارها آمده به سودای مقرری خود مشغول شوند، لیکن تجارت با خارجه در دست حکومت می شود. این دکاندارها می توانند از حکومت یک لخت خریده به خلق میده میده فروشند. خود حکومت دکان کشاید چی؟ می کشاید. آهسته آهسته دکانهای بسیاری حکومتی می شود. بعد دکانهای کاپیراتیوی می شود. کاپیراتیوش چی؟ مهنتکش ها به میان پول گذاشته شرکت ها می سازند که نامش را کاپیراتیو می گویند. کاپیراتیو ها فقط برای اعضاهای خود مال ارزان آورده می فروشند. فایده اش را تقسیم می کنند. به فایده اش باز دکانی نو می کشایند. نرخ مال را کمتر می کنند. نقص کو؟ حالا در آینده بسیار کارهای نقص می شود. لیکن اول از دشمنها کمتر آسوده شده گرفتن لازم. دشمنها نیست شدگیستند کو؟ امیر گریخت، دیگرها به دست افتادند. باز حدی کی هست که به مقابل حکومت شورایی سر بردارد؟ هستند، هر خیلها هستند جوره. و اداره رویم صحبت می کنیم. آنها از طی طاق صرافان گذشته راست به سوی حوض رشید و سرای پوست روان شدند. در کوچه و رسته های بخارا گویا دیگرگونی نمایان نشده باشد هم سید پهلوان حس کرد که خود هوای اینجاها، طبیعت و محیط اینجاها دیگر شده است. در هر جا بیرق‌های سرخ در پرافشانی بودند. در هر جا شعارهای انقلابی آویخته شده است که مردم را به حیاتی نو و زندگانی مسعودانه آزادانه دعوت می کردند. در سیمای جوانها، در سیمای آنهایی که در این کوچه ها گشت و گذار می کردند، آثار خرمی، شادی و غلبه هویداست. بسیار جوانها لباسهای نو، کلوچه شالوار پوشیده، به بازوها لنتهای سرخ بستند. در همه جا، در هر کس این رنگ سرخ انقلابی شعله افکن است. سید پهلوان حس می کرد که وی آهسته آهسته چی بودن انقلاب را فهمیده، خودش هم از هوای انقلاب نفس گرفته ایستاده است. وی روشن حس می کرد که در این هوا تازگی، صفا و خرمی پر است. این هوا پیران را جوان، جوانان را پهلوان می کند. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори 16-ро аз рӯи рамани 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хоҷамқул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.